پیچا، قیمه، پیاز، هر چی بیشتر بهتر. فللی، گوشت گوسفندی پرچرب، پیازا، فلفل سیاه، همین. ادویه بیشتر نزن. گوشتا رو بچین رو پیازا، درشو ببند، بذار با آب پیازا کامل بپزه. حلاله بادون، زعفرون زیاد بزن، آبجوش، بذار بمونه تا مزه هاش بره تو هم. 5 ساعت بعد الان اینی هم که میبینین آب پیازه. بذار پیازش کارملی شه، آبش تموم شه. 2 تا قاشق یاخچیدی رو تف بده. رو به تف داده رو بریش رو خورش، یه همه ریز 10 دقیقه پخت، بعد برگرد. زعفرون خلا، یه ذره نمک واسه خوشمزگیش. اگه آب لازم بود یه ذره آب بریز، فقط یه ذره، بره که جا بیفته. سیتش کرس، 200 تا زرد تخم مرغ، درشو بذار تا زرده بپزه، بکشش، بخورش.